بحث گرم درباره تقسیم زمین در کولاب. دادستان منطقه در نشست مطبوعاتی گفت در سال 2025 صدها قرار را در این باره نادرست برآوردند. پروکراتور ولایت ختلان در منطقه کولاب و شهر و ناحیه‌های منطقه با 416 سال 2025 و سال 24 باشد 318 عدد قرارهای غیرقانونی اوید با جدا نمودن قطعه زمین اعتراضا آورده شده است. این قرارها را رئیسان شهر و ناحیه ها امضا کردند، ولی معلوم نیست که کسی جزا گرفته است یا نه. نمایندگان دادستانی در منطقه کولاب میگویند بعضی از این قضیه ها سالها باز دوام دارند. اکثریت همین اعتراضایی که واسطه بانویان شده گذاشتن آورده شدن بحثی خواجه‌گیری دهقانی میگوشم که مدتی چندین سال هاست که دوام دارم. چون این بحث در کوچه فردوسی ناحیه فرخار هم وجود داشته است. در این کوچه خانه نیمساخت بعضی از ساکنان را از بین برده پرونده چندی را هم به دادگاه فرستادند. در این سال ما 14 تا اعتراض آوردیم با قرار رئیس نویا همه قرار بکش لگیان یک مرحله قسمتی مجلس حکومتی که توافقی رسانیده نشده بودن برطرف کرده شده همه سه چهار مجلس حکومتی دیگر که تمام باید در مرحله بررسی و یاشم در روز نزدیک باید کردن شود. آمار اداره زمین منطقه کولاب از معلومات دادستانی فرق دارد. با 15 دکبر گرفتگیم جانباز کردگیم هم شهر نویورا اینجا مقامات پروکراتور دیگر مقامات با یک مورا میگیرند با 30 ما میگیرند و با 15 ما معلومات ما گرفتگیم 267 عدد اعتراض شده. همین 267 از خیلی که ما گفته گذاشتم 38 عددش با قانون مطابق کرده شده. زمین در تاجیکستان مالکیت دولت است. با سبب کم بودن زمین و زیاد بودن داوطلبان جریان تقسیم زمین با مشکلات از جمله گاه آلوده با فساد پیش می رود. در گذشته چندین منصبدار برای تقسیم نادرست زمین از وظیفه برکنار شدند.